طبیبی بیماری‌های پوست و جراحی ناحیه مستقیم. خط شریف تاجیکستان هر سال جشنی کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان را با یک خوشنودی، با یک خرسندی، با نیت‌های نیک پیشرو میگیرند و همین است که کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان که یکمین بار وقتی که ما استقلالیت را به دست آوردیم دولت اسرائیل دموکراسی حقوق بنیاد یکمونه و اجتماعی سازیم ضرورت شد که باید و دولت ما باید کنستیتوسیون را باید قبول کنیم، قانون‌های دولتداری را ما باید قبول کنیم تا اینکه رشد همه سوال در اساس قانون‌های دولتداری پیش می‌رود و آوردن که همون دولت رشد می‌یابد که در آن قانون اساسیش معین شده است و همین قانون را خلق در رسوم خلقی با طرز آزاد دموکراتیک قبول کرده است. لیکن اگر ما قبول کنستیتوسیون و یاد بیاریم همون روزهایی که در روزهای زودی شکل بسر دولت ما بسر ملت ما آمد ما کنستیتوسیون در همون دوره‌های بسیار خطرناک مدهش وقتی استقلالیت را به دست آورده کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان را باید قبول کرده شود و ماه نوامبر سال 1993 پرزیدنت شورای عالی جمهوری تاجیکستان یک کمیسیون کنستیتوسیونی قبول کرد. در همین کمیسیون کنستیتوسیونی به همه ما معلوم است که رئیس کمیسیون کنستیتوسیونی محترم جناب عالی پرزیدنت معظم ما بود. در همین کمیسیون کنستیتوسیونی گروهی کنستیتوسیونی تشکیل شد. در گروه کنستیتوسیونی در آنجا عالمان، کارمندان مقامات حفظ حقوق و دیگران شامل بودند. وظیفه همین کمیسیون کنستیتوسیونی برای تیار کردن لایحه تحلیل لایحه کنستیتوسیون دولت سالگردار دموکراسی حقوق بنیاد دنیوی یگانه و اجتماعی بود. این گروه کنستیتوسیونی باید چند مملکت‌های ترکیه دموکراتی رفتن از آنجا برای آموختن کنستیتوسیون آنها به آنجا اقدامات کرده شدند. یک گروهش برای ایالات متحده امریکا که یکمین بار کنستیتوسیون زاده کنستیتوسیون ایالات متحده امریکا می باشد. یک گروه دیگرش با مملکت آلمان، گروه دیگر با فدراسیون روسیه اینجا رفتن. پس از 6 ماه با کمیسیون کنستیتوسیونی دو لایحه پیشکش کردند. یک لایحه شکلی داره جمهوری پرزیدنتی، لایحه دیگر شکلی پارلمانتی. کمیسیون کنستیتوسیونی با هم به نظر گرفته از نگاه ارزش‌های زمان امروز با درنظرداشت خصوصیت‌های تاریخی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و حقوقی و یک مقصد آمدن که باید که ما اقل یگانه شکلی که جمهوری تاجیکستان را پیش میبرد این شکلی جمهوری پرزیدنتی را باشد که در مملکتش و این شکل جامعه را پیش میبرد و همین بود که شکل دارای جمهوری پرزیدنتی را در روز قبول کنستیتوسیون همین شکل را قبول کردند. اکنون شکل دارای موجود بودن شکل دارای جمهوری پرزیدنتی در مضمون ماده 3 4 5 64 65 69 سرقانون اون آورده شده. یعنی همین مضمون 6 ماده سرقانون که 3 مادهش ماده 3 4 5 که در باب یکم سرقانون اساسی ساختار کنستیتوسیونی می باشد در آنجا آورده شده مضمون همین و ماده 64 65 69 که در باب 4 سرقانون درباره پرزیدنت سخن می‌آورد. همین تفسیر در معنی همین ماده این است شکل دارای جمهوری پرزیدنتی. ماده 3 این رمزهای جمهوری تاجیکستان پرچم نشان سرود ملی، ماده 4 پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه، ماده 5 انسان حقوق آزادی ارزش عالی می باشد. هر ناموس دیگر حقوق‌های فطری انسان دست‌ناپذیر است. شهروندانی که در جمهوری تاجیکستان زندگی می‌کنند مثلا می‌برند دولت حکومت جمهوری تاجیکستان را حقوقشان حمایت حفظ و رعایت می‌کند. ماده در باب 4 سرقانون که درباره پرزیدنت ماده 64 آورده شده است که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هم سرور دولت هم
پرزیدنت یک بار دو وظیفه اجرا میکنه که این از شکلی داره جمهوری پرزیدنتی باشد. در قبولی مورد 64 در اونجا اومده شد در منصب سربازی است ولی رئیس حکومت سازمان شد. سربازی در پیش پرزیدنت مسئول میباشد. این است شکل داره جمهوری. پرزیدنت با مهمت معین 7 سال با طرح عمومی برابر و آوازدید قبول میکنند. این است و پرزیدنت حق دارد که سربازی را برخواه قبول کنند و از تو آزاد کنند. اینا هم از شکل داره جمهوری پرزیدنتی. اکنون خیلی کنسوس از کلمه لاتینی گرفته معنیش برپا کردن از نام ساختن نباشد. کنسوس از 100 ماده و 10 باب عبارت است. باب یکم صفحه جمهوری دوم که اساسه ساختار کنسوس می باشد. از ماده یکم سرقانون تا ماده 13 سرقانون یعنی 13 ماده سرقانون راست میاد و باب یکم سرقانون جمهوری دوم که اساسه ساختار کنسوس می باشد. باب دیگه سرقانون جمهوری دوم درباره انسان حقوق آزادی شهروندان و از حقوق آورده شده است. در اونجا از ماده 14 سربشان تا ماده 14 یعنی 34 ماده سرقانون جمهوری سرقانون و باب دیگه سرقانون راست میاد. باب سوم مجلسی عالی باشد که از ماده 48 سر میشود در ماده 63 تمام میشود که در اینجا 16 ماده سرقانون راست میاد و باب مجلسی عالی. باب پرزیدنت از ماده 64 سر میشود در ماده 72 تمام شد. پس از اون میاد حکومت از ماده 73 3 ماده سرقانون راست میاد 73 74 75 پس از اون میاد حکومت محلی 5 ماده سرقانون 76 77 78 79 80 3 ماده سرقانون 81 82 83 و ولایت مختلف و دانشگاه. پس از اون میاد سود از ماده 84 تا ماده 93 میاد دیگر 9 ماده سرقانون. پس از اون میاد پس از سود میاد پس از تا 84 و تا 93 میاد. پس از اون پرکتور 93 5 ماده سرقانون 93 94 95 96 97 باقی هم 3 ماده سرقانون و تعدیل لاغو و سرقانون جمهوری داشتن پیشتر کنه باشد که همه اینا 100 ماده را تشکیل می‌دهند به 10 ماده. در باب یکی سرقانون جمهوری داشتن درباره اساسه ساختار کنترلی آورده شده است. در ماده یکی سرقانون جمهوری داشتن آورده شده که جمهوری داشتن دولت صاحب‌اختیار حکمرانی‌ها دنیوی یگانه و اجتماعی میباشد. جمهوری داشتن دولت اجتماعی بوده برای هر یک شهروندان شرایط زندگی ارزنده و فعالیت آزادانه را قبولیت می‌دهد. ماده دیگه سرقانون جمهوری داشتن در آنجا باید که در تاجیکستان زبان تاجیکی زبان تاجیکی میباشد، در زبان تاجیکی میباشد، زبان روسی زبان معاشرتی بین ملت‌ها میباشد. شهروندانی که در جمهوری تاجیکستان زندگی میکنند میتوانند آزادانه و زبان خود معاشرت کنند. ماده سوم رمزهای جمهوری تاجیکستان پرچم نشان سرود ملی. ماده چهارم پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه. ماده پنجم انسان حقوق آزادی ارزش عالی میباشد. قدر ناموس میکرد حقوقهای فطری انسان در ناپذیر است. ماده ششم در اینجا آورده شده است که در تاجیکستان خلق بیانگر صاحب اختیاری و سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی باشد. افاده عالی به واسطه حکومت خلق این رایگذاری انتخابات میباشد. هیچ یک شهروند جمهوری تاجیکستان، هیچ یک کس یا فرد
حق ندارد که حکومت دولتی را غصب نماید. غصب حکومت و تصرف صلاحیت آن معنی است. از نوع خیلی کلمه غصب نمودن این از کلمه فارسی گرفته معنیش با طرز علمی بزرگ کشته گرفتن این یا آنچه را این غصبی حکومت میکنه. وقتی که اون تصرف میگیم به صلاحیت صلاحیت میگیم بعد زیر دست خود در آوردن این تصرف هم صلاحیت میشه. در همین مورد شخص در قسم 4 آورده شده است که از نام خلق تاجیکستان فقط 2 وکالت داده شده. یک وکالت از نام خلق تاجیکستان وکالت یکم جناب بیرونی اساسدار سیستم وحدت ملی پیشروی می‌دهد. پرزیدنت معظم ما امامعلی رحمان که از نام خلق تاجیکستان حقوقی سخن می‌دارد. از منبرهای بین‌المللی از سازمان ملل متحد سرور دولت تاجیکستان محترم جناب عالی از نام خلق تاجیکستان سخن می‌گوید. تاجیکستان را محقق می‌کند اقتصادیات اجتماعی فرهنگ دارد. دوم حقوق فقط با مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در جلسه یکجایی خود حقوق سخن می‌گوید. یعنی که هیچ کس حقوق ندارد که از نام خلق سخن بگوید. هر کس خودش سخن می‌گوید ولی که به هر کس آزادی سخن داده شده است. برای فقط 2 وکالت داده وکالت زیادتر به جناب عالی این وکالت از مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری در جلسه یکجایی البته که برای ما معلوم است که جلسه های یکجایی می‌گذارند و علاهیده می‌گذارند در همون و حقوق دارد سخن بگوید در نام خلقی جلسه ها یکجایی می‌گذارند. در همون وقت حقوق سخن می‌گوید. این موضوعی کنفیس در وقتی من شخص و تفسیر علمی و عملی سرطان جمهوری و تکیه می‌کرد و در آن جمعه بیند که این موضوع در چند جا تکیه‌گاه در چند جا تکرار کردن شده که خیلی برای مکمل کردن قانون‌های دولت این موضوع باز وصلت می‌کند. موضوع هفتم در اونجا رمزی سرحد تاجیکستان یعنی که داخل آمده و تقسیم شونده است. ما در 8 در آن آورده شده است که در تاجیکستان حیات جمعیتی در اساس روایای بنیادی سیاسی و مفکوره‌ای پیش می‌یابد. مفکوره یک حزب ابتدای جمعیتی حزب‌های سیاسی 60 منصبدار نمی‌تواند به حیث مفکوره دولتی اعتراض شود. در همین مورد سرطان آورده شده است که بنابراندشایی بنابرانفکری است. از بس که دولت ما دولت سرکتار دموکراتیک و کارگزار دنیای ادامه و اجتماعی میباشد در همینجا رشد جامعه ما در اساس رویه‌های گوناگون سیاسی و مفکوره‌ای است. اما 8 حزب‌های سیاسی بود. یک حزب که از بس که در دوره کنسوس فعالیت نکرد و فعالیت آن قطع کرده شد 7 حزب‌های سیاسی فعالیت میکرد. حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان، حزب دموکراتیک تاجیکستان، حزب سوسیالیستی تاجیکستان، حزب سوسیال دموکراتیک تاجیکستان، حزب اردنی تاجیکستان، حزب اقتصادی تاجیکستان، حزب کمونیست. اکنون در ما بسیار حزبی بسیار اندیشه‌ای است. اگر ما کنسوس دولت شوروی رو باید بگه در اون یک افریقی، یک حزبی، یک مفکوره‌ای حکومت بود. خیلی وقت ما فراموش نمی‌کنیم که در خیلی ما در صحیفه سیمی اشتراک پارتی کمونیستی آورده شده بود که پارتی کمونیستی اتفاق سوویتی آوانگارد جنگاوری سنجیده شده خط سوویتی میباشد که قسم پیشقدم با شروطترین سنفی کارگر در قانون کارگرهای اینتلیجنس استیسی رو در اساسهای خطابی متحد میکرد. در همین حزب کمونیست همین سخنرا آورده که کمونیست پارتی سوویتی است و یا اسکیتن آورده سوویتی نداده و بدینهای شیخ نداوال میشنشد پیدرویو نایبار سردات نشست رو شکلاسا خالقاز کشتاس اینتلیجنس استیسی. در همین مورد 8 آورده شده است که
تاسیس و فعالیت اجرای جمعیت و حزب سیاسی که خستومه بدبینی رواج دولت میدهد و تشکیل گروه‌های محصول ضد دولت اینا همه معنی است در مورد 80 مدل هم دوباره حکومت دولتی در اساس تجزیه آن حکومت قانون‌دار اجرای سودی عملی می‌گردد ما در این دهان تنسیس کردستان اعتبار عالی حقوقی دارد معیارهای آن مستقیما عمل می‌کند قانون‌ها و دیگر صنعت‌های حقوقی که خلاف کردستان اعتبار حقوقی ندارد دولت و همه مقامات آن شهروندان دادار آنها شخصان مذهبدار وظیفه دارند که کنسیس هم روایت کنند هم اجرا کنند یعنی در کنسیس ما هم کنسیس روایت میکنند هم اجرا میکنند یکی در بسیار کنسیس ها این که آورده نشده است در کنسیس فدراسیون روسیه در مدل 15 در کنسیس قزاقستان مدل 34 در کنسیس آذربایجان مدل 72 در کنسیس گرجستان مدل 42 و 44 و در کنسیس ارمنستان مدل 47 در آنجا سخن فقط درباره نیروی کنسیس می‌رود ایجای کنسیس حدیث نیست و نگاه کنید که کنسیس ما در دیگر مدعای کنسیس ها آورده شده است که کنسیس جمهوری ترکستان یکی از کنسیس های بهترین نمونه‌ای در جهان دموکراسی میباشد بسیار مملکت‌هایی که دولت وقتی سکولریت را به دست می‌دارند از کنسیس جمهوری ترکستان استفاده می‌برند از خود ترکستان استفاده می‌برند این افتخار ملت ما است که ما اینقدر کنسیس نمونه‌ای در جهان دموکراسی داریم ما در این هم در ترکستان خب در ترکستان سیاست سوجیانه را در عمل تطبیق نموده است تا بیشتر و استفاده‌ات کشور جهان اطلاع می‌یابد مناسبت‌های خارجی در اساس‌های معیارهای برنامه‌ای حفظ می‌نماید در مورد تشکیلات جنگ منع است ما در دوران اساس اقتصادی ترکستان را شهرهای گوناگون مملکت تشکیل می‌دهد دولت فعالیت اقتصادی سازماندهی برابر حقوقی و حفظ حقوق که همه شهرهای گوناگون مملکت از آن طریق مالکیت خصوصی را کفالت می‌دهد در نوع مالکیت خصوصی پیشروی جامعه اساسی پیشروی جامعه این شهرهای گوناگون مملکت است اگر ما دوره حکومت شورایی را بگیریم اگر درآمد فقط برای پیشرفت جامعه هم دولت بگیم که ما در 15 حیات 15 رسول کردیم در اونجا فقط یک شکل دارد به نظر میگرفتن همون شکل از بالا پروگرام بود با همون شکل تمامی پایانا بود که همون شکل استفاده میبرد در کنسیس جمهوری ما آورده است که اقتصادیات برای که جمهوری پیش رود اقتصاد شکل گوناگون مالکیت را تصدیق کرده و یکم شکل رو شکل اساسی حساب کردن ممکن نیست گوناگون شکلی گوناگون مفکوره‌ای گوناگون بسیار حزبی اینا همه رشد جامعه آزاد دموکراسی میباشد در همونجا باید فضای آزاد اقتصادی تشکیل کردن تا اینکه جامعه پیش برود تمامی اون عقیده‌های نامطلوبی که برای صاحبکاری خلل می‌رساند آنها را ما باید دستگیری نکنیم فضای آزاد و رقابت سالمی را باید تشکیل کردن جامعه پیش می‌رود رقابت سالمی این جهت خوبیه در همینجا در مورد همین پروگرام در مورد وارد دولت و همه مقامات محلی دولتی نباید به فعالیت فاجعه‌زایی خرید فروش و خدمت‌رسانی مشغول شوند و از آنها فایده به دست آورد زیرا یکجایشی و حتی به هم نزدیک‌شوی فعالیت حکومت دولتی و ساختارهای تجارتی که از آن فایده به دست می‌برند و تشکیل استفاده از حکومت می‌شوند یعنی هیچ کس حکومت دارد که یک کسی یک شایدگاه را بیاد که بیار من نفوتای فرستاد میکنم خیلی یعنی که از منصبش استفاده رو برای منفعتها برای وارد کردن خود اجازت نمیدهد در جامعه آزادی دموکراسی در همونجا در گواردش درباره انداز گوارده قانونگذاری انداز مکمل و دقیق باشد
زیرا دایما و سوده در همه حالتها دستگاهی نشان دهنده نمودی دیگر فعالیت شده است. یعنی که اندازه‌کننده آزاد باشد. باید فعالیت اندازه‌کننده همیشه باشد که وقتی که میاد می‌سپارد اندازه با یک خرسندی و یک دستگیری کردن در کار که با آنها را دستگیر کرده بودن در اون که دیگر فعالیت رو باید صاحبکاری در شما باز پیش برید، نه اینکه از همین صاحبکاری کفاف اومد. باید صاحبکاری نه، شما میتوانید دیگر صاحبکاری را پیش برید طوری که اندازه‌باری این جامعه را پیش میبرد. ما باید همچون یک نمونه باشد برای اندازه‌کننده فعالیت همون انداز قبول کرده نمونه شود که این جامعه در همین وقت دیگر روش میامد و انداز در سن و باید بسیار فرسندی آدم ها انداز رو می‌سپارند. ماده 13 در اینجا زمین آب ثروت‌های زمینی فضای هوا این مملکت استثنای دولت و دولت استفاده سالانه رو کنه و مرکز خلق کفالت میده. زمین آب فضای هوا بایداری زمین اما مملکت استثنای دولت برای استفاده بودن مرکز کفالت میده. این بابی یکی سرطان که شو 13 ماده بابی دین سرطان حقوق آزادی انسان و شهروندان که از ماده 14 سر بشود در اون آورده شده است که حقوق آزادی انسان و شهروند مؤسسه کنفوس قانون جمهوری سرطان حقوقی بین‌المللی که از طریق تاجیکستان اعتراف نشان پیش می‌کرد. حقوق آزادی شهروندان بی‌واسطه عملی می‌کردند. آنها مقصد مضمون تطبیق قانون‌ها و فعالیت حکومت قانون‌گذار اجرایی محلی و فدرالی محلی در بر می‌گیرد و واسطه حکومت سعودی تعیین می‌کند. یا اینکه حقوق آزادی شهروندان واسطه کنفوس قانون جمهوری تاجیکستان در همینجا این قدر سخن‌های بهتری می‌دهد. محدود کردن حقوق آزادی شهروندان کاملا ممکن نیست. یکی در کنفوس در این مورد 14 آورده است که حقوق آزادی شهروندان در 4 حالت محدود کردن. یکم و مقصد تامین حقوق آزادی شهروندان و مقصد حمایت ساخت انسانی و مقصد ضرر ترتیبات جمعیتی و مقصد تامینات هستی جمهوری اسلامی. در این 4 حالت هست که همین حالت را کنفوس در محدود کرده باشد. دیگر در صد ماده کنفوس در دولت سالیتار دموکراسی کربونیان اومد در یکم روز حقوق آزادی شهروندان را محدود کردن تماما ممکن نیست. برای اون که ما جامعه آزادی دموکراسی ما اعلامیه حقوق بشر کوشش کردیم از دوره اصل 5 هخامنشی که اعلامیه حقوق بشر کوشش کردیم را قبول کردن. این افتخار ملتی یعنی حقوق شهروند در جامعه باعدالت همین اعلامیه حقوقش جمهوری تاجیکستان قبول کرده. برای همین اگر ما همیشه باها بودیم در این باب این سرطان 24 ماده سرطان و حقوق آزادی شهروندان گفته شده نگاه کنیم که چقدر سخنهای حقوق آورده شده. ماده 15 در آن آورده است شهروند جمهوری تاجیکستان اون شخص حساب شده در روز تبلیغ کنفوس جمهوری تاجیکستان شهروند جمهوری تاجیکستان باشد. باید ممکن و تغییرات را با سرطان جمهوری تاجیکستان در چند 40 ماده سرطان که تغییرات را وارد کرده شد از اون رو در مورد هم سرطان جمهوری تاجیکستان تغییرات را وارد کرده شد. ماده 16 سرطان جمهوری تاجیکستان در مورد شهروند جمهوری تاجیکستان در خارج کشور تحت حمایت و کنترل مخصوص دولت میشد. یعنی هیچ کس حق نداره که شهروند جمهوری تاجیکستان در خارج کشور سپرد. وقتی که از طرف شهروند جمهوری تاجیکستان در چنگه استفاده کرده میشود این همه با مسائل در نتیجه شهروندهای طرفن این مسئله حل کرده میشود. ماده 17 سرطان همه در نزد قانون سود برابر هر کس نوع وسط از ملت، نژاد، جنس، زبان، اعتقاد دینی، فیزیک، اجتماعی حقوق آزادی را فراهم آورده است. ماده 18 هر کس حق زندگی دارد. هیچ کس حیات محروم کردن نمیشود و استثنای حقوق وجود در صادر کردن مخصوص اجتماعی در خلاف‌ورزی شخص را دولت ریز می‌آورد.
و هیچ کس شکنجه عذاب مصیبت‌های غیر انسانی روا داشته نمی‌شود. گذراندن همه موارد بازگویشی که تیمی نیروی فرار دیگر شهران هست. یعنی که این گفت که در این کنسوس حقوق آزادی شهروندان را همه طلب آورده است که هر کس حق زندگی دارد و هیچ کس حقایق محدود کرده نمی‌شود. در باستان وجود داشته کرده محصول شده. در اینجا شهروند همچون ابیکتی یا چین تفتیشاتی یا که تیبی و علمی قرار دادن شهروند نامد این کلمه یعنی تیزاندن مرگ شهروند از طرف دکتر کسی تماما نام است. این کلمه رو میگن اوتانازیه، یعنی اوتانازیه گذراندن شهروند تماما ممکن نیست. در اساس این و ماده 38 سرقانون جمهوری درباره حفظ سلامتی می‌رود. قانون جمهوری دوستان درباره حفظ سلامتی از قانون مای سال 1997 آورده شده. در آنجا آورده است که اوتانازیه گذراندن شهروند تماما ممکن است. ماده نظام هر کس کافر حفظ سودی دارد و هر شخص حق دارد و طلب کند که پرونده را سود مساوات پاکیزان در دایره قانون بگیرد. هیچ کس رو به اساس قانون حبس کردن ممکن است و در موردی گذراندن پرونده‌های جنایتی شهروند حقوق دارد است که محافظتگر بگیرد. ادوکات را به حقوق دارد که ادوکات را برای حمایت خود بگیرد. ماده 22 در مورد اصول آورده شده است که هیچ کس تا اعتبار قانونی پیدا کردن حکم سود در صادر کردن جنایت به نفرات می‌تواند بشود. هیچ کس تا اعتبار قانونی پیدا کردن حکم سود در صادر کردن جنایت به نفرات می‌تواند بشود. یعنی شخص را بسیار وقت آدم‌ها را می‌ترسانند و از بس که قانون‌های کنستیتوشنی خیلی قانون سر می‌دانند و سود حل کردنی نیست. از اون طلب میکنن به قاعده قانونی و همون شهروند مراجعه میکنن که اگر در وقت قانون را کنسوس سر اصل کردنی باشه اون شخص یا ادوکات میگه یا باید کارمندی که حقوق آمده جنایت گویا که شما را گناهکارش رو میکنن گناهکار بودن شخص را از سود حل میکنن یا کس حقوق ندارد یا کسی با گناهکاری مستقل میکنن حکم ندارد که حتی حکم ندارد که بیانات بکنید آیا که من حکم من خدمت دستگیر میکنم باید که سود حل کنند برای همون حالتی که سود حل کنند جنایت ها معلوم شد که برای در همین ماده 22 آورده که هیچ کس تا اطلاع قانون پیدا کرده حکم سود در صادر کردن جنایت گناهکار گذار نشد. ماده 21 آورده که حقوق جمعیت قانون حفظ میکنند. دولت حفظ سودی و جبران زنان را برای جمعیت کفالت می‌دهد. ماده 22 در ماده 22 سرقانون جمهوری داشتار آورده که منزل شخص تخلیه‌پذیر است و منزل شخص دوران درآمدن و کسی را از منزل محروم کردن و استفاده محدودیتی که در قانون آورده شده. توجیه کردن نازکی‌های قانون و حقوق شهروندان را که هیچ کس حقوق ندارد که با منزل شخص اگر نخواهی میتونی که و شخص رو بگی کامل ما حقوق نداشته بوده در دیگر حالتها حقوق نداره که به اساس به یک وجود باید توجیه دارد حقوق شهروند دست کرد. ما در 23 آورده محرمت دموکراسی و صحبت‌های تلفنی مراسلات و مخابرات چپ تامین کرده میشد. هیچ کس رو به اجازت یک شخص اجرا شهروند درباره او من کردن، جمع کردن، پهن کردن معلومات و هست. به اجازت شخص درباره شخص دیگر معلومات جمع کردن، من کردن، پهن کردن، نگاه داشتن تماما ممکن است اینکه غیر قانونی حقوق شهروند را پایمال می‌کند. ماده 24 در مورد شخص و مسافرت انتخاب آزادی معامله زندگی ترک جمهوری و بازگشت به هر شهروند حق دارد که جمهوری را ترک کند
و کدام وقت و کدام جا میگفتیم که در همین جا اساس اگر است که باز همین چهارراه جمهوری ترکستان خوار میشود در مملکت بیگانه در جاهای شهرهای بیگانه منطقه بیگانه شایمان میشود در همین جا در نوع قانون در آوردن که شخص میتونه مسافرت کنند برود اینکه با حقوق شده که تشتر جوید همین که تاجیکستان در ترکستان که البته که همه با کدام حالتهایی که میرود بر اونجا بعد شایمانی دارد و برای این جمعه دارد میتواند بیاد باز در همون جایش زندگی کنه یا که یکم رایان دیگر از بگر که من در اونجا زندگی میکنم شهر میکنم حقوق دارد بگرد در یکم مملکت دیگر این خیلی نیست در آنجا وارد زرده شخص از این مملکت فرار میکنه میرود دیگر برگشتن حقوق ندارد بگرد ماده 25 سازمان حکومت دولتی دولت جمعیتی اشتباه سیاسی شخصان منصبدار و وظیفه‌داران به هر کس امکاناتی پیدا کرده و شناخته شدن و مجازاتی که با حکومت داخل را تامین نماید. هر شخص رو دارد که برای تحصیل کردن حقوقی همون فرض کردیم که نسبت این شخص در کشوری که نسبت آن نوشتن اما را طلب کنند برای حقوق خود را برای حمایت کردن حقوق دارد این حکومت محلی حکومت دولتی شورای جمعیتی اشتباه سیاسی شخصان منصبدار وظیفه‌دارند که همین را تامین کردن در ماده 25 ماده 26 سازمان هر شخص حق دارد نسبت خود را نسبت به دین معین آزادانه و یا با دیگران دینی را طرفداری کنند یا طرفداری نکنند. ماده 27 قانون هر کس حقوقی ماده 27 هر شخص حق دارد آزادانه در حیات استراحت هر شخص حق دارد در حیات سیاسی و اداره دولتی بواسطه مکتوب اشتراک نماید. ماده 28 آورده شده که شهروندان حقوق منتهی شدن دارند. شهروندان حقوق منتهی شدن حق دارند تشکیل حزب‌های سیاسی حزب‌های خراج دموکراتی توقع تصاوت تولید جمعیتی توقع اشتراک می‌یابد و از آنها آزادانه با آنها داشته و از آنها برآید. ماده 29 سازمان جمهوری ترکستان آورده شد که در این مدتی هر کس در مجلس گردهمایی نمایش رهبران‌های استشهاد که حقوق آورده شد و اشتراک هیچ کس را به همین تبدیل‌ها معلوم کردن ممکن نیست. هر کس حقوق دارد که آزادانه یا در مجلس یا در گردهمایی یا که در دیگر جاها اشتراک کنه که هیچ کس حقوق ندارد و معلوم کنند که بیاورد در اونجا اشتراک. ماده 30 و هر کس آزادی سخن نشر حقوقی واسطه افراد داده است. تبلیغات و تشکیلاتی که بر بین خصوصیات اجتماعی نژادی ملی دینی زبانی را برمی‌انگیزند منع است. زیر مفهوم آزادی سخن همانگونه حرکت اختیاری و بیان اندیشه و فکر اعتقادات زیرا سنجیده می‌شود که این در دایره قانون اعتراض اجزای حقوقی آورده شده است که باید که وقتی سخن میگوید حقوق شهروند را باید پایمال نکنید. با این در دیگر ماده آورده شده که هر کس برای در جامعه آزاد دموکراتی عقیده‌های سالمیه عقیده تنقیدی تحلیلی تفسیری و تحلیلی است. هر شخص حقوق دارد که آزادانه سخن بیاد تنقید کند تحلیل کند تفسیر کند اما در دایره قانون و احترام ارزش‌های حقوقی از بس که جامعه آزاد دموکراتی که در اینجا حقوق آزادی شهروندان مرد اول نیستند ما هم اعلامیه حقوق بشر کوشش کردیم هم پیمان بین‌المللی رعایت و حقوق شهروندی هم ماده‌های 18 19 سرقانونی که درباره حقوق آزادی شهروندان آورده شد. بدون این حالا جامعه را جامعه آزاد دموکراتی شمولیدن تماما ممکن نیست. آزادی اندیشه زینه آزادی سخن است. اول انسان اندیشه میکند بعد سخن میکند. برای آورده شد آزادی اندیشه زینه ابتدای آزادی است. آزادی اندیشه عمیق‌ترش فکر انسان است که به جهان باطنی انسان سر گذاشته توسط قانون‌گذاری و از نظر اون سراسر بیان‌نامه حفظ می‌کند. حق موجودیت انسان آزاد در جامعه آزاد دموکراتی حتمی است. این حق مطلق و محدود ناپذیر است.
زینه بیرونی این حق آزادی معلوم این اندیشه است که از جهان باطنی اندازه توسط معلوم و جمعیت برسد. یعنی انسان از عالم باطنی به عالم ظاهری دارد. زینه سوم این حق آزادی این حق است که توسط وسطای اخبار و همون عقیده‌های سالمی که دارد همین آزادانه باید برای خلق باید تفسیر کنید پیشکش کنید. این سه حق زینه آزادی سخن است. در این کنستیتوسیون ما واجب است اگر همین سه زینه حق انسان اگر آزادی سخن اجرا شود دیگر حقوق انسان بهشون اجرا بشود. آزادی سخن این منبع نظارت خلقی است. هر کس آزادانه سخن میکند برای آن که من سخن میگویم که سهم سخن دارم، من سخن میگویم که سهم وطن دارم. این شعر بود از محمد اقبال لاهوری که من سخن میگویم که سهم سخن دارم، این سهم من است. من سخن میگویم، من سخن میگویم که سهم وطن دارم، من سخن میگویم سهم سخن دارم. منتهی مرکز آزادی سخن نشد واسه اخبار کمرد داده میشد. تبلیغات و تحقیقاتی که مردمی خدمت اجتماعی نژادی ملی دینی زبانی را برمی‌گرداند معنی است. نه که من سخن میگویم که حفظ وطن دارم و هر کس این در مورد چیزی که آورده شد در بومیه در اینجا آورده است که حفظ وطن حمایت مرکز دولت تحکیم استقلال امنیت اقدار می‌دارد و وظیفه مقدس در شهروند. مدعی 31 در آن آمده است که شهروندان همگان یکجایی با دیگران با محکمات دولتی مراجعه کنند. مدعی 32 در اینجا درباره هر کس حق دارد سالم مالکیت و میراث باشد و هیچ کس حق ندارد به حقوق شخص و مالکیت بیکار و محدود کند. تاوان وقتی هیچ کس حق ندارد که حقوق شخص و مالکیت بیکار کند و اگر از طرف جمعیت اگر مالکیت شخص رو برای اگر گرفتن میتواند با اجرای با خیلی خواهشی همون شخص میتواند که همون مالکیت رو دولتی کنند فقط در دوره اون و اجازت همون شهروند. فعال ضرر مادی معنوی شخص البته عمل حیاتانی حکومت دولتی تولد جمعیتی ازدواج سیاسی و شخصان مصادر اشاره دستور به آنها جبران کرده میشود. این در مورد سیدی سرکانون جمهوری. مورد سیون سرکانون این در مورد هرکس دولت آینه را اساس جمعیت حساب میکنه. هر شخص حق دارد که 30 سالش و 18 سال میتواند آینه برقرار کند. در تشکیل آینه زن شوهر برابر. مورد سیون سرکانون جمهوری در آنجا آورده شد که مادر کودک تحت حمایه و کنترل مخصوصی دولت است. پدر مادر برای تربیت فرزند رو فرزند بالغ قابل محنت برای نگاه‌آبی پدر و مادر مسئولند. در تعداد گروهایی که در سرکار وارد کرده شد در این مورد شروع تغییرات گروه وارد کرده شد. همین پدر و مادر پدر و مادر برای تربیت فرزند بالغ قابل محنت برای نگاه‌آبی و پدر و مادر مسئولند. مدعی 35 هر کس با محنت انتخاب کسب کار حفظی محنت حمایت اجتماعی هر نوع میتونی حق دارد. مدعی 36 هر کس حقوق منزل دارد. این حقوق برای ساختمان منزل دولتی کاپیتالی خصوصی کفالت می‌دهد. مدعی 36 مدعی 37 هر کس حقوق استراحت دارد. مدعی 38 مادر شدن هر کس حقوق سلامتی دارد. در اساس ماده 38 سرکانون جمهوری ترکیه قانون جمهوری ترکیه درباره حفظ سلامتی از قانون مای سال 1997 آورده شده در آن حقوق آزادی شهروندان و کارمندان حفظ تندرستی تامین در آنجا آورده شد. ماده 39 هر کس در ماده 39 آورده شد که هر یک شخص در پیرانسانی
معیوبی اون قدر قابلیت که معلوم شدن از سفره و دیگر مرتب کاری کردن شکلی کردن ما در چیلم هر کس نادانداران در حد فرهنگی جوان اجرای بندی علمی تحقیق شکر می‌رود از دستاورد استفاده می‌کند ما در چیلم هر کس حقوق تحصیل دارد تحصیل عمومی در دانشگاه حتمی است و هر کس می‌تواند که تحصیل را در دانشگاه پایگاه بکشد ما در چیلم هر کس حق دارد کنسوس را قانون را کند حقوق آزادی شهری دیگران را حمایت کرد. ما در سه هیچ وطن حمایت منفعت اداره تحکیم استقلال و امنیت دیگر پیام از پای مقدس سرده شوند. ما در 44 حفظ طبیعت یادگاری تعلیم فرهنگی از پای مقدس سرده شد. ما در 45 هر کس درباره انداز دارد. هر کس حق دارد انداز را آزادانه فورد انداز حتمی است. باید که هر کس حاضر انداز باید مقرر باشد و سوالان حتمی است. ما در 46 درباره وحدت افراد سخن می‌رود. هنگام تعدیل دیگر استفاده و حقوق آزادی شهروندان استقلالیت دولت تامت هستی و آفت‌های طبیعی که در آن نتیجه در آن حاکمیت کنسیونی میتوان عرضی وجود کرد همچون تدبیر موقتی برای امنیت دولت و شهروندان وضعیت فوق‌العاده اعلام می‌کند. مهلت وضعیت فوق‌العاده تا 3 ماه می‌باشد. این مهلت را در نامه‌های ضروری این مهلت را فقط پرزیدنت جمهوری داشته می‌تواند که دراز کند یا کم کند. در مورد 47 سرکانون جمهوری باور شد که در موردهای وضعیت فوق‌العاده حقوق آزادی شهروندان که در مورد 16 17 18 19 20 22 25 28 سرکان مقرر شده محدود کرده نمی‌شود. در همون حالت‌هایی که وضعیت فوق‌العاده هستند و مملکت خطر آمده است یا آفت‌های طبیعی است در همان وقت‌ها حتی در همان موردها حقوق آزادی شهروندان محدود کرده نمی‌شود که در مورد 16 وارد کرد مورد 17 18 20 22 25 28 سرکان دارد. با 21 سرکانون جمهوری درباره مجلسی وارد آمد. مجلسی مقامات عالی کامزار و نمایندگی دیگه میباشد که مجلس عالی از دو مجلس باید مجلس ملی و مجلس نمایندگان وکالت مجلس ملی مجلسان هست وکالت مجلس ملی مجلسان در آغاز فعالیت مجلس ملی مجلسان دعوت نو خط می‌کردند. ما در چینه سرکانون جمهوری درباره در انتخابات مجلس نمایندگان به فرد عمومی برآورد مستقیم با وزیر پیمانی صورت می‌گیرد. هر یک شهروند جدید داشتن که سینش از 25 کم‌دارد باشد می‌تواند عضو مجلسی نمایندگان باشد. مجلس نمایندگان دارای وکیل و کسبی می‌باشد. هر یک شهروند جمهوری داشته سینش از 30 کم باشد 35 کم باشد دارای تحصیلات دولتی باشد می‌تواند وکیل مجلسی ملی باشد. ما در 50 در آن وارد شد استودیو کارمندان حفظ حقوق مقامات دولتی حق ندارد وکیل مجلس نمایندگان شود. یک شخص حق ندارد یک هم وکیل مجلس نمایندگان و هم وکیل مجلس ملی باشد. این درباره 50 ماده سرکانون که درباره این کنسوس آورده شده. اکنون جامعه آزاد دموکراتیک که امروز ما زندگی میکنیم همون روزهای سالهای 90 اگر ما بیاریم در کدام حالتها بودیم که امروز در یک مدت کوتاه چقدر دیگرگونه‌های کلی در خلق تاجیکستان شد. این با دستگیری یکی از شخصیت‌های بزرگ اساتید سال و عدد پیشوای ملت جناب مدیرعامل که خداوند کریم مسئله ما همین آورده خلق از غلطه ناخوشی را ببین کرد و یا داریم سالهای 90 دیگه فراموش نمی‌شود. یکمین بار برآمد کرد از در همان وقتی که بین مخالفین و دولت افغان وقت بحث مناظره ها میکرد میشید
و در حیرت میماندم شخصان یکی در دوره حکومت شوروی سینه سپر میزدن سخن میگفتن همین برفای کلام همون تمام خاموش شد از ترس جان خود سخن گفتن نمیتوانستند. ما در حیرت میشدیم برای چی آنها اساسی نبود کنیدن ما سیری اسرار دیگر رو نمیفهمیدیم ما فقط تلویزیون رو تماشا میکردیم نشستیم. یک روزه یک جوان زیبایی قدماند زیبا برآمد کرد تمام حسیات خود باطنی خود سخن بود حرفی شریفی تطرازنی داد منطقه کوراب را در کدام وضعیت جاری بودن با یک بسیار حسیاتی بلند سیاسی غمخواری پدرانه حکمرانیت بودیم و سخن بر دل باطنی شهروندان انسان‌های داخل شد. هرگاه بعد گفتن که انامو پسری که بعد انامو کمی اساسی درامو دیگران خاموش بودن. انامو پسری که این روز همون پسری که همون سخن که این روز جوانان رو به حیرت آورده است. این روز دولتی سازگار دموکراتی حقوق‌نو دنیایی یکانه اجتماعی شده. تمام شرایط‌ها برای ما پیدا است. سرور دولت ما پرزیدنت محترم ما مطلب حمایت رحمان از منبع سازمان ملل متحد سخنرانی می‌کند تا اشتباه را در دیگر مملکت‌ها اقتصادی اجتماعی را پیشکش می‌کند و درباره تعلق لو و سرکار جمهوری داشتم هر یک کنستیتوسیون دولت‌نامی ضرورت را پیش می‌گیرد و کنستیتوسیون تعلق لو وارد کرده شد. اگر ما کنستیتوسیون دولت حکومتی شوروی را که جمهوری اسلامی سیاسی ترکستان در حیات ما در رسپوبلیکا بود در سلطنت ابرقدرت حکومت شوروی در همان وقت و کنستیتوسیون همان وقت سال تعلق لو وارد کرده سال 1929 31 38 و 78 و کنستیتوسیون ما سه بار تعلق رو وارد کرده شد. 29 سپتامبر سال 1999 22 یونی سال 2003 و سیوم وکیلان طلب اعتباری تمام جمهوری ترکستان در اجلاس‌های نوبتی مجلس نمایندگان مسئول عالی جمهوری ترکستان صحنه برگزاری رای‌پرسی متقابل در ارتباط با واحد نمودن تعهدات رها و سرکار جمهوری ترکستان با پیشنهاد مجلس و با گذاشتن اعضای مجلس ملی و مجلس نمایندگان مسئول عالی جمهوری ترکستان روز برگزاری شد. مالی سال 2016 از این جهت وکیل مجلس نمایندگان مسئول عالی جمهوری ترکستان در دهم فوریه در جلسه دوم مجلس نمایندگان مسئول عالی جمهوری دعوت پنجم قرار در خدمت کردند. وقتی که تغییرات لوا و سرکار ضرورت می‌شود ادعای ارزش‌های زمان امروز با در نظر داشت خصوصیت‌های تاریخی و فرهنگی و اقتصادی اجتماعی فقط در برای فقط ماده‌های کنسوس تغییرات ما در همین سه باری که تغییرات ما وارد کرده شد در چه ماده سرکانون تغییرات ما از آن دو در ماده یکم در ماده پنجم در ماده هفتم در ماده هشتم در ماده چهاردهم در ماده 15 در ماده 16 17 18 19 20 27 در ماده 27 در ماده 28 در ماده 32 تغییرات رو در ماده 34 تغییرات رو در ماده 40 تغییرات رو شد در ماده 45 در ماده 49 تغییرات و دیگر ماده تغییرات رو وارد کرده شد. تغییرات لوا نه فقط برای ماده سرکان تغییرات لوا وارد کردن تغییرات لوا و سرکان در حتی در وقتایی که مسائل مهمی دولتداری جامعیت و پیش میرن در همین وقت تعیین کننده این تغییرات لوا این پرزیدنت جمهوری ترکستان و مجلس نمایندگان مسئول عالی جمهوری ترکستان برای که باز ما میگیم و ماده 6 سرکان 24 که اقدام شرط
کردستان فقط دو کس سخن گفتن دارن، جناب بیگانی و وکیل مجلس ملی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری در جلسه یکجایی جمهوری سخن گفتن. حالا همین تغییرات جمهوری که دو سرکان باقی کرده باشه تعیین کننده همین سردار دولت ما جناب عالی رو بشه که تعیین میکنه و مجلس نمایندگان و روزی یکی آورده که هم روزی تغییرات جمهوری کرده شد و سرکان کدام روزش اضافه شد. در چی ماده سرکان وقتی که در هر یک ماده سرکان تغییرات جمهوری کرده بشه یک کلمه در ماده سرکان برای مکمل کردن ماده سرکان در واقع بسیار شد. حتی کردن که ماده پردهم در شهرانی جمهوری ترکستان همون شخص سام شهری در روز قبل تأسیس جمهوری ترکستان شهرانی جمهوری ترکستان باشد. یکی وقتی تغییراتی رو آورده کلمه باشد از میتونه کلمه بود افتاد، یعنی شهرانی جمهوری ترکستان همون شخص سام شهری در روز قبل تأسیس جمهوری ترکستان بود، یعنی من بروقت شهروندی جمهوری ترکستان کام کرده، یعنی خون نامش در همین تاجیکستان گرفتگیت و شهروندی رو همون شخص گرفتگیت در دیگر حالتهای سیاسی این کارها رو به نظر میگیرم. اما دیگر مونایی که ما در همون سرکانون آمدن امروز جامعه جهانی و سرور دولت تاجیکستان سال یک باهای بلند میزن و سرپرده سرور دولت تاجیکستان که از طرف سیاستمداران برجسته جهان معاصر دستگیری کرده شود. یکی از سیاستمداران برجسته جهان معاصر پرزیدنت فدراسیون روسیه درباره سیاست سرپرده جناب عالی باید توجه و آینده سازی آن منظر گفته چنین در سخن دخترسی پرزیدنت جمهوری ترکستان امامعلی رحمان در بین سیاستمداران افراد دولت‌های مستقل که جوهرهای نمایان اشغال نماید. تمام کشورهای از ما شهادت می‌دهید در ترکستان جریان صلح و صلح باز همان عمیق‌تر نشان می‌یابد و در کنار در آن نقطه‌هایی که وضعیت متشنج است این کامیابی محدود از این ندارد. آنچه که در ترکستان به عمل باید در او می‌آید برای بسیار مملکت‌ها خلق‌ها بسیار مملکت‌ها نمونه عبرت است. یعنی که همین سیاست سخنرانی جناب محترم پرزیدنت معظم ما رو کنید سیاستمداران حتی سازمان‌های بین‌المللی سازمان ملل متحد سازمان امنیت همکاری در اروپا سازمان اتحاد دولت‌های متحده فاند بین‌المللی اسباب سازمان دفتران شرکت از سیاست پیشگرفته جناب عالی بسیار بهای بلند می‌دهند و همین فرهنگ سوری شخصا جناب عالی فرهنگ سوری پرزیدنت جمهوری ترکستان این پیام وحدتی ملی ترکستان را دید و خلق آن که با پرزیدنت را یک احترام ارمغان آورده است. از هر مورد در بسیار مقاله می‌کنند در آنجا از این یک اگر ما نگاه کنیم که چقدر پرزیدنت جمهوری ترکستان تشکیل دیده و همون خلق‌ها و یک تیجو امامی آورده است و بسیار سیاستمداران درباره جناب آن قهرمانی آن هدایت‌هایی که می‌کنند در همون قضیه خیلی مقاله آمده بود که در آنجا آمده که همون وقتی که در اونجا که دولت هیچ وقت تصورات سرور تاریخ و ملت ترکی تصورات سرور دولت رو در روند تعمیم سود و نظارت کنی و خصوص در جریان برگزاری گفتگوشنی در کلمات افغانستان که در ریاضهان دهکار سال 1996 برگزار کرده هر روز فراموش نخواهد کرد. جریان این ملاقات در کتاب روزنامه‌نگاران روز سخن سخن ما و جنایت شرع راه بر روی سازش چون شهر افتاد اعتبار داخلی از همه پوشیده خطرناک و بی‌نظیر در کلمات افغانستان یازدهم دهکار سال 1996 برگزار کرد. وقتی که سعید عبدالله نوری سرور مخالفین
جناب عالی مراجعه کرد که پیشنهاد کرد که واقعی در روستای خورده افغانستان برگزار میکرد و دیگر اراده جناب عالی را سنجیده شد. با مصلحت پیشکی باید که چرخبال سرور دولت تاجیکستان در مرز افغانستان پیشنهاد می‌رفت و او سیاستمداران و اسکای قرارداد پرزیدنت مملکت افغانستان برهاندین روانی برده می‌رساند و در آن اشتراکی یکی از تلاشگران مشهور افغان احمدشاه مسعود باید اشتراک وقتی که چرخبال در سرحد افغانستان یعنی در مرز افغانستان پیدا شد هیچ کس را پیشنهاد نکرد و دستای پاسداران پرزیدنت اصرار کردند که باید که چند بار حتما باید شامل برگردد تا اینکه در این مرز بیگانه در این ملک جنگل فرستاده پرواز چرخبال جناب عالی تماما ممکن است خطرناک است، اما این واقعه غیر چشم با موفقیت انجام می‌دهد. با اراده باوری و اراده سرور دولت تاجیکستان موجودیت او را بار دیگر ثابت کرد. همین بود که جناب عالی و سید عبدالله علی پروتکل درباره برترجیم در مورد وضعیت سیاسی حدود در قلمرو تاجیکستان را امضا گذاشتند. اگر همان وقت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اگر بعد شامل می‌کرد که می‌دانست که این جنگ شهروندی به معنی ختم میشه. حالت اسطوره‌ای اساسدار صلح و وحدت ملی کشور ملت جناب جمهوری اسلامی در جامعه تاجیکستان یکی از اصل‌های عمده هدف‌های عالی او بود که شخصیت او را از مسلک آرمان‌های ملی تا بعد کشور ملت کشور آورده است که این بی‌نظیر است. امروز خلق شهری تاجیکستان هر سال پیام جناب عالی محترم پرزیدنت معظم را تماشا می‌کند با یک خرسندی در پیامی که سال 2018 بیان نمود در آن وقت در هم آخری برآمدش و خلق عزیزش مراجعه کرد که در این مرحله برای آینده کشورمان سرنوشت‌هاست. هر یک ما از راهبر دولت، اعضای حکومت، وکیلان طلب سر کرده تا راهبران تمام ساختار و مقامات دولتی، کوی خدمتچیان دولتی، رئیسان ملت، شهرنشینان، وزیران و یک مسئله مهم را در خاطر داشته باشند. طبق کنسول خلق بیانگر سوی که مسئله ششم یگانه حکومت دولتی باشد، یعنی حاکمیت بر خلق. ما باید بر خلقمون صادقانه، صافدلانه، پاکیزانه خدمت کنیم، نه اینکه خلق ما باید نقشه‌های بین‌المللی خود سر و واسطت عبارت ایجاد نماید. ما باید تشبیه‌کار باشیم، تمامی کوشش نهایت دانش ملکه خود را برای بهبودی خلق عزیز ما برای ما داریم. ما باید که دولت را دوست داریم، ملت را باید که استقلالیت را دوست داریم و داریم حرکت کنیم که جمهوری تاجیکستان در عرصه بین‌المللی جارای نهاره را اشغال کنند. محترم شخصانی که ما را گوش کردند ما به احترام می‌کنیم و اساساً و جوانان امروزه که آینده ملت‌اند و همه شخصیت‌ها باید که قانون‌های دولتی را باید که کنستیتوسیون را باید اسکول کنند که طوری که حقوق‌های آنها را دیگر شخصان استفاده نکنند و جامعه آزاد دموکراتی آنها خبر نرسانند. ما باید که اعتقاد شهروندان را نسبت به دولت باید که ما کشته نکنیم. ما باید شهروندان را جوانان را در رویه و تندرستی باید پرورش کنیم، محافظت کنیم. آنها را همین کنسوسیی که تفسیر علمی عمومی سرقانون که در دست من است، این اگر این را بیان کنیم همین مکالمه همین تفسیر علمی عمومی کنسوسه تصویرش در این کتاب را اگر نگاه که می‌بینید از اصل 12 است، از دوره مولانا محمد جلال‌الدین ملکیان دعوا است. لیکن این کتاب سال 2019 نشر کرده این تفسیر علمی عمومی سرقانون
وقتی که در پیام خود مسیح عالی پرزیدنت جمهوری ترکیه یاد دارم گفتم که ما و هم کنسوس را پیشکش کردیم چون حکومت شدگان اکنون معبود ما رسیده است که برای 15 سالگرد از جشنواره کنسوس باید که تفسیر علمی یعنی تفسیر علمی مورد سرخانه پیشکش همین رو که تفسیر علمی مورد سرخانه در دست من است در بسیار جایگاه ما میبینم فقط بردش در چند روزگیر حتی ورق نمیزنن همون مرکز همون حتی در همون مؤسسه شریعت ای مراجعت میکنیم میگی برادر شما یا کنسوس را نمی‌کنید در مورد پنجم چی بوده در مورد سیم چی بوده یا در مورد چی بوده باید برای کم سخن میگیم رو کار پرواز را نمیداند که این مای مادر چی بوده سای ما میگم برادر یا میگو که شما کنسوس را نمیدانید این دانستن کنسوس از کودکان از درس خانی از منطقه‌خانی باید که کنسوس را دارن همه شخصیت‌های که راهبرانی که در کنار مقامات دولتی در کنار وزارت اداره شده که باید کنسوس را دارن دانستن کنسوس هر نیست اجرای کنسوس هر نیست برای شما